boshi bismillah, xolis niyatim hamroh. Nasib aylasa Alloh, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Borligimga sababim, mehri ko'nglim tarafim, farzim qarzim sharafim. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoyida, menga eng ulug' foyda. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Armon belim sindirib, yelkam uzra mindirib, Ka'bani aylantirib, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Dunyodagi ishim shu, bolalik xohishim shu, eng shirin tashvishim shu. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoyida. سلام و درود به پایان. السلام علیکم مخلصان، بیننده های عزیز، تماشابینان عزیزی ما. امروز جماعت تبریکاتی شهنام در دهه آقصای از آفتاب بر وقت همراه شمایان هستیم در خانواده حاجی بابا که امروز بعد از زیارت خانه خدا برگشتن به دهه عزیزشان. البته امروز با نام حاجیگی آمدن. اسمت الله مک را در این روز خورسندی مولود، در این روز نیکشان تبریک میگویم. از نام فرزندان عزیز، از نام محسنک، معروفک، مرادک، مقصودک و از مسافرت از نام امیدایتی. البته امروز این لحظه های زیبا را همراه شمایان با هم ببینیم. با ما باشید، با شبکه شهنان خود را احتیاط کنید. رفته boshi bismillah, xolis niyatim hamroh. Nasib aylasa Alloh, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Lam yalid va lam yulad va lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إله آمين الحمد لله رب العالمين وعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هدیه کردیم ثواب تلاوت ختم صغیر را بر رضای حق سبحانه و تعالی خصوصا بر روح پرفتوح منور حضرت رسالت پناه محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، بر روحانیت جمیع پیغمبران گذشته، بر روحانیت اولیاءها، چهار با صفا، مؤمن و مؤمنه ها، مسلمه ها، بر روحانیت گذشتگان همین منزل و مکان، گذشتگان اجدادای پدریتان، اجدادای مادرتان، گذشتگان خیشتبار، گذشتگانی که از همین درگاه دعا می‌دارستند. الله غریقه رحمت شایسته جنت گرداند، قبرشون پر نور کنه، گناههای دانسته ندانسته کردگیشون باشه الله مغفرت کنه. پروردگار فردا روز قیامت از شفاعت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم خداوند کریم از دیدار خودش نصیب روزی کنه، آخرتشان آباد، جاشان جنت شود. اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد برحمتک یا ارحم. شما رحمت کلام باشه. Otam hoji qilaman jannat onam poyida otamning duoyida menga eng jannatim kalitisiz otam mening yelkan otam mening yelkamda qanotimsiz shu o'y tark etmasmi bu fursat kutmaslik yerga qo'llarim tushib kaftida sanasam uchun onamni xotish qilaman otamni xotish qilaman تشویش آید بر سری من باری آن برداشت سروری غمخوار دلها مهربانم ای سحر بدی نمازی بام دادم
گاهی خدا زاری نمودم خداوندا نگهدار مادرم را همین از آرزوها امیدم خداوندا نگهدار مادرم را همین از آرزوها امیدم روان گشتی به بازار رسیدی هزار و یک متاهای بدیدی روان گشتی به بازار رسیدی هزار و یک متاهای بدیدی گرفتی بهری فرزند آسیه یاری خود خریدی مگر کردی فراموش جانم پایهای تو را دوست کنم ما روز و شب چون سرنوشتت را ورق گردان کنم خود به خود چشمی دلم با دیده‌ام تغییر شود اون همه رنج و عذابی که کشیدی در جهان یک به یک گویم اگر گوشی فلک کرده شود اون همه رنج و عذابی که کشیدی در جهان یک به یک گویم اگر گوشی فلک کرده شود مادری جانم محبت کردم نونی سو مهرآورم بخت آورم مادری جانم محبت کردم نونی سو مهرآورم بخت آورم از من به توی نصیحت ای دوست در حرمت مادر و پدر باش خواهی که خدا راضی باشد در عزت مادر و پدر از بحری همه جهان ای مادر و پدر کن از بحری همه جهان گذر کن شکران ای مادر و پدر کن شب را به دعایشان سحر کن در خدمت مادر و شمس و قمر ما غنیمت چون گوهری چشم خمردم کن این شمس و قمر ما غنیمت چون گوهری چشم خمردم کن हमारे बच्चों लोगों के लिए پدرگیر حضر پدر دانو دستی پدرگیر مالی پدر نگیر دعای پدرگیر حضر پدر دانو دستی پدرگیر
پدرگیر حضرت پدر دانو دست پدر نگیر اینا رقصایوش بسم الله خالص نیتم همراه نصب ایلس الله آنم خاجه قلمم آتم خاجه قلمم بالگی سببم میخم کنم طرفم فرزم قرزم شرفم آنم خاجه قلمم آتم خاجه قلمم جنت آنم پایده آتم این دوایده السلام علیکم مهمانان عزیز، السلام علیکم مردم اقصای عظیم. من امروز باز یک روزی خرسندی و شادیانه در دهه اقصای عزیزی ما. امروز چخلکی از آفتاب بر وقت در این خاندان پروفیز حاجی بابا یک مراسم زیبا حج آشی و حج توی را کرده ایستادند که هر یکی ما گواه و از آن دسترخوان پر از ناز و نعمت و خیریه همجای بهره‌مند شدیم. امروز پدر عزیز اسمت الله عمک نامی نیک و نامی نو را از زیارت خانه خدا همراهی خود آوردند. این نامی حاجی باباگی برای شما مبارک باشد. زیارت خانه خدا، زیارت کعبت الله برایتان مبارک باشد. امروز آن فرزندانی که با یک مهنت حلال، با یک زحمت ها با وای رساندید همراهی حاجیانه، البته دهقانی که هر نهال را زیر زمین میکند امید میکند که قدرت شود و حاصل دهد، از آن حاصلش بهره‌مند شود. امروز شمایان پدر مادران عزیز البته آنچنان دهقانان هستید که فرزندان عزیز را با مهنت های حلال با وای رساندید، با لقمه حلال خور راندید، پیش راندید و به چنین درجه ها رساندید. میگویند اگر خواهی شوی سرور دعا گیر از پدر مادر، اگر خواهی شوی سرور دعا گیر از پدر مادر، بیابی بام و نام و در دعا گیر از پدر مادر. سیاه ابری همه غم ها پریشان می شود هر سو، بخندد بخت تو یک سر دعا گیر از پدر مادر. امروز حاجی بابا، حاجیانه، فرزندان عزیز، جگربندانتان محسنکه، معروفکه، مرادکه از مسافرت مقصودکه و امیدویتی میگویند انا همون دعاهای نیکشان را گرفتیم، صاحب همه چیز شدیم، از تمام بدی های عالم دور شدیم، با دعاهای نیکشان سرفراز هستیم، سربلند هستیم. همیشه دعاگوی ما باشند. ما میفخریم که پدر مادر را از همه فرض بهترینشان را ما اجابت کردیم، شکرانه میگوییم. برایشان رسانید که از من و از خلق عالم بر شما تبریک باد. حاجیان صافتینت با وفا تبریک باد. از عنایات خدا ریزد به سرهای شما، رحمت و خیرت به حد دایما تبریک باد. امروز حاجی بابا از امروز اسمت الله عمک نیو در هر کجا، در هر توی و معرکه، در روزهای خرسندی بینیم، اگر البته حاجی بابا میگویم. مهمانان عزیز، بار اول که در دهه اقصای اولین بار جماعه تبریکاتی شهنان آمدن، حاجیانه را تبریک کردیم، در روز خرسندیشان شادباش کردیم. از آن روز نیت کردیم که هر دویشان به زیارت کعبت الله نصیب کند. من با امر تقدیر، با امر خداوند کریم، با نوبت هر دویشان به زیارت خانه خدا رفته آمدند. شکرانه میگویم که در این روزهای شادیانهشان ما در خدمت هستیم. امروز این روز خرسندی شادیانه و تاریخی را برای شما مبارکباد میگوییم. میگویند ای حاجی ها، ای حاجی ها، نور الهی از شما، ای حاجی ها، ای حاجی ها، بوی محمد از شما. مکه مدینه رفته اید، کعبه زیارت کرده اید، مهمان الله گشته و پاک و مصفا گشته اید، آبی زمزم نوشیده اید، مقام ابراهیم گشته اید، صفا مروه را رفته و امر خدا را کرده اید. امروز روز خرسندی را برای شما مبارکباد میگوییم. خدا کند به وطن عزیزمان، به استقلالیت،
و آسمان مصفای وطن عزیزمون چشم نرسد که این خل پدر مادران را ما فرزندان به زیارت کعبه الله فرستاده حاجیانه و حاج بابا کردن این خل حج آشی ها کردن برای همه فرزندان نصیب کند. امروز شمایان عائله های نمونوی ترین هستید که برای نسل نورس همچون نمونه مثال بیاریم می ارزد. امروز روز خرسندی مبارک از همه فرزندان عزیز در اینجا از همه در روی دنیا کتاب قیمت بهاترین را آماده کرده ایم برای شما تقدیم میکنیم. روز خرسندی مبارک باشد. مرحمت کتاب قرآن را پیش چشم کنید. مبارک باشد. مرحمت. بسم الله خالص نیتم همراه نصیب ایلس الله آنم خواجه قلمم آتم خواجه قلمم بالگیمگه سببم میخل کنم طرفم فرزم قرزم شرفم آنم خواجه قلمم آتم خواجه قلمم جنت آنم پایده آتم نیم دوایده منگه ای اولو فایده آنم خواجه قلمم آتم خواجه قلمم آنم میگی جنتم کلیتسز. اسمت الله وقت میگویند در بحر و برم گوهر یکتاست نبیره در باغ سخن بلبل گویاست نبیره. از دانکشان مغز شیرین میگویند از فرزندم شیرین تر در دنیا گنجینه ای که هست از طرف خداوند کریم نبیره شیرین. امروز همان نبیره از نام پدرشان که در مسافرت هستند از نام مقصودکه معین جان عزیز برای شما یک تحفه دارد. در زیر گواهی مهمانان میسپارم. البته مهمانان قرصک میزنیم کلیت اتومبیل را برای بابا جان عزیزشان میسپارند. مبارک باشد میگوییم. روز خرسندی مبارک. Улетает время и бегут года. Бурной молодость была тесная. مبارک باشد. البته حاجیانه امروز از همه انسان خوشبختترین شما هستید که فرزندان نیک فرزندان اصیل داره. فرزند دوست می‌دارد پدر را مادر را. همیشه صحت سلامت باشید. یک امروز حاجی بابا را تبریک گوییم از آن لحظه های زیبا که امروز هر دوی شمایان لایق گشتید به چنین نامی نکو. مرحمت. السلام علیکم مهمانا رزمانا خیش تورکو اکاو کویکو فرزندکای شیرینکو خوش آمده به درگاه های ما و زیارت حاجی بابا. فرزندکام در رحمت بچیکام در کلنکام در دخترکام در مادرکام همه خیلی فرزندکا دارم. همه خیلی فرزندکای با مهر با قوت کلنکای با مهر دارم. همه یکی همینا ما ریزاییم چون که هر یک مونه حاجی بابای حاجی ها نکدن الهی عمرکای دراز بینن رزقکای فراغ بینن حضوری فرزندکاشون بینن. اینوی هم کبیر خانیه که درکاشون حاجیانه حاجیاتا شون الهی رحمت شما ده حاجی بابا نمک حاجی بابا به شما الهی مبارک شوه. خانیه که درم دوگی بلیکو در سرکمون ساق باشه سلامت باشه خوش پیر شویم حضوری فرزندکمون ببینیم. هزار رحمت تشکر میگویم. البته السلام علیکم اهل آقسای ما درگاه اسدوفا خرسندی نهایت بزرگ ده اشتراک کردن شما ده ما اومدیم خرسندیم که یکی از عائله های پیشقدمترین آقسای شدن فرزندای اسمت الله و کیلون یعنی از حساب مهنت حلال برای پدر و مادر خدمت کردن. درست کردن که اول مادر را سفربر مکه طلا کردن. ما نهایت خرسند شدگی بودیم. گفتن که مادامی که مادر که رفت پدر هم
باید رود. این جدا هم خوشروی، جدا هم ما نهایت خرسند شدیم برای آنکه مادر رو یکم بردن، شعر لایق رو به خاطر آوردن نکرد. 100 جان و دل فدای یک مدعای مادر، کشایش آرد دست دعای مادر. زی ثروت و زی شهرت گر به فلک زنم سر، تعظیم میکنم باز در پیش پای مادر. مادر را که حرمت کردن، البته پدر هم در بخینی مادر هست. اسمت الله منایی کلمون یکی از تربیه رو درست کردن که فرزندا درست روی درست که حرکت کرده ایستادن. ما خرسند هستیم از اویله اسدوفا که در هر گوشه کنار هستن. یعنی جگری ما دادر ما که حاجی شود، این برای ما از این بخت زیاد نیست. هر شما در عمر دراز انمی انانه رو دوام تید، فرزندا حضور شد بینید، نورا حضور شد بینید، همه وقت روزای خرسندیده بیایمو حسین جان خدمت کرد. رحمتی گوام. اینجا از نام اولاد کلانی اسدوفا مبارک باشد. در این دنیای برهمی با قلبم مرهمی دردی و درمانی، با جانم سایه امید و ایمانی، با چشمم جلوه نور یزدانی. پدر جان منی زیبا این صدایا افتر پدر ساحل پدر دریا، پدر چون گوهر کمیاب، پدر باران پدر توفان، پدر سال بسر مبارک باشد. لحظه های سیلوا رو برای شما مبارک باد میگویم. مبارک باشد برای حاجی بابا، مبارک باشد. از نام دادرشان تیرکش بابا مبارک باشد. جامعه ها قبول کنید. شبانگاه که می آیی گه سرد است دستانم، ولی گرم است جمع ما کنار سفره نان. تو همچون شم مبارک باشد. از نام خانواده محسنکه تحفه ها را قبول کنید. مبارک باشد. محسنکه مرحبا. گلم در قلب و در جانی، منم شیدا چو پروانه. پدر خورشید پدر مهتاب، پدر یم اختر نایاب، پدر ساحل پدر دریا، پدر چون گوهر کمیاب، پدر باران پدر توفان، پدر سر به سر پدر بابم. مبارک باشه. از نام خانواده معروفکه مرحمت قدر را آغوش میکنیم. روز خرسندی را مبارک باشه. از نام جیانشان فراموزکه مرحمت. مبارک باشد. باشه بسم الله
انجام خانواده محسنکه مقصودکه مرحمت ترسون بابا مبارک باشد. جنت آنم پایده آتمین دوایده میگه این فایده برای اولاد کلامی از صد تا مبارکباد میگویم مبارک باشد. و اینجا نکتا تبریک گوید کنی با باشه مرحمت. بابا جان در این روز خسندیتان تبریک میکنم. پدرم از ما دور در شهر مسافرت هستم. تبریک خوش شد. السلام علیکم بابا جان. السلام علیکم میمونان رنگپورون از اومدگی به حاجی هاشیوی اسمت الله باباش عوض نکن کلونم الهی مبارک شوه خانه کعبه زیارت کرده اومدگی یکاشون مبادم نصیب روزی کنه. همه همینجا استادگی یکا چی نیتای نک داریم. همه امونم همین یتبا در رسیم. همه وقت روزکای نک ده حاجیانه حاجیان شدگی یکاتون مبارک شوه. الهی همه وقت یافتگی یکاتون در روزکای نک روه. شما کدام ناسک شده الهی کتی اکم خوشه روی شما رحمت. رحمت از نام مادرشان از نام مدویتی از این طرف هستیم بیا کنی مرحبا. السلام علیکم مهمانان و میزبانان گرامی. امروز بابا جان من از خانه خدا آمدم و امروز من بابا جانم را خیلی تبریک زیاده میکنم و آنها نصیب کرد که بیبی جانم هم بابا جانم هم حاجی آنه و حاجی آده شوند. رحمت سلامت باشن. از نام همسایه ها مرحمت. السلام علیکم مهمانانی از دور و نزدیک آمدگی. اما اتون خوش آمده. من نگاه کنی همسایه های ما حاجی بابا حاجی آنه شده من پیشی ماده حاضی من ایستادند. من اینها رو فرزندانشان را تربیه کردم. هر یک تاشا 4 سالی سینی تا سنف 5 تربیه کرده با ویا رسانده. من دوامش خودکاشان تربیه کردن. من به همین روزای نیک رسیدند. خدا اینها حج رفتگیاشون قبول کنه. الهیم قولی درگاه کنه. اما وقت همه خوشه پیر شوند و حضور فرزندکا بینند. خوش آمده همین وای رفته آمده حاجی بابا حاجی آنها خوش آمده. زیارتکاتون قبول شوه الهیم و درگاه کش. رحمت برای رحمت. از رحمت تشکر میگیم و البته باز خانهای تبریکاتی باشد میشنویم. مرحمت. مبارک باشد. مبارک باشد. از مسافرت از نام تمام نزدیکان نفرانی که در مسافرت هستند شخصا از نام فرزندان عزتان مقصودک امیدویتی صاحبایتی که در مسافرت هستند جگربندان شمایان از شهر اسرائیل شمایان را تبریک میگویم. همیشه صحت سلامت باشید دعاگوی آنها باشید و همیشه در پناه خداوند باشند. مسافران عزیزی ما صاحب رفتن سلامت بیایند. عزیزان ما باشد نوبت را به اپراتور ما میدهیم. همه شمایان را بعد تعریف مهر میسازیم. همراهی حاجیانیم شبه ما یک جایه البته مرحمت. البته حالا باشد برای تبریک کردن حاجی های ما پروکلامک میخواهند در این روزی خرسندی نیت های نیک خود را رسانند. مرحمت پیش شما گذشته به حضور تبریک کردن ممکن بچه ها شختونم گذاره پیششون گردنیدم. السلام علیکم اهل صحبت اهل دوران.
من خود را بختیار حساب میکنم که حرکت کردگی باشم. من آمده شما حاجی اکا حاجی انگا شما تبریک کردم در الله نصیب کرد. من همین اویله را یک اویله در حیات بختیار حساب میکنم که الله نصیب کردگی بود است که من ینگمان رفته خانه خدا را زیارت حج را به عمل آورده آمدن پیش فرزندان. من نصیب کردگی بود است اکمان اسمت الله اکمان رفته خانه خدا را زیارت کردن را نصیب کردگی باشد. با شماهان زیارت حج زیارت درگاه الله مبارک باشد و فرزنداتان مبارک باشد. البته این روز در رسیدگی ها هست نرسیدگی ها هست. الله شما را هم نصیب کردگی بوده است. اولا من با تربیت دادگی فرزندهای شما رحمت گفتنی هستم که همه خیلی تربیت دادید. یکی از قرضهای فرزندی اگر شرایط باشد پدر و مادر را با زیارت حج فرستاندن. من همین روزها نیت نصیب کردگی بوده است رحمت کلان مبارک شود همه فرزندهای شما در. الهی با همه فرزندهای شما هم در سن شما رسیدگی در زیارت حج نصیب کند. الله نصیب کند. مبارک باشد. حاجگی مبارک. من هر یک حاجی که بر یک شهر در آمده می آمده است در همون خاندان در همون واحه در همون ریان در همون ولایت برکه می در آمده است. الهی هم در همین درگاه شما هم الله فقط برکتی است. الهی هم در همین سری فرزندها پیری به دولت شوید. حضور امینا بینید چی نیتایی کردگی باشد رساند. حاجگی، حاجی اکگی، حاجیانگی مبارک باشد. سری فرزند و حضور نیورای ایورای چهوره ها بینید. مبارک باشد یک بار دیگر. مرحمت و تعریف خوب میشویم. تو همچو شمی سوزانی شرار اینک بیننده های عزیز امروز روزی خورسندی را البته پیشوازگیری حاجی بابا را همراه شمایان به هم دیدیم در این خانواده زیبای پرفیض که ما چندین بار مهمان شدیم. از این خیل انسان های نیکنام و نیک سیرت البته همراهشان صحبت کرده در این خیل روزهای خورسندیشان تبریکشان کردیم. شکرانه خدا را میکنیم. با ما باشید. با شبکه شهنان خود را احتیاط کنید.